سال گذشته هم که می‌خواستیم بیایم نیویورک اعلام کردیم که آماده هستیم با آقای اوباما بشینیم گفتگو کنیم. الانم من میگم ما قرار انشالله آخر شهریور بیایم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها، مسائل جهان رو بذاریم رو میز ببینیم راه حل چه کسی بهتر است. آیا دعوا سر اینه که مثلا ایران میخواد یه دونه بمب اتم بسازه؟ دیدید داستان درست کردن، سناریو درست کردن، چند تا جاسوس رد و بدل کردن، چند تا از هموطنای ما رو گوشه کنار دنیا دزدیدند، بردن در شکنجهگاه ها و حرفهایی رو رد و بدل کردند و اونها رو مجبور کردند. یه سری اسناد منتشر کردن، همین داستانی که آقا اسناد جنگ افغانستان و اینا که همه میدونستن اینا رو، الا اون دروغایی که راجع به ایران میخواستید توش بگنجونید. آیا واقعا دعوا سر اینه که ایران میخواد یه بمب اتم بسازه؟ که حالا تو این سناریوی تبلیغاتی میخوان افرادی رو بیارن پشت تریبون ها با یک طراحی های پیچیده بگن ایران میخواد یه بمب اتم بسازه. فلان آقا میگه بله من میدونم، فلان دانشمند ایرانی اون روز با من تماس گرفت، ملاقات کرد، اینو گفت اونو گفت، منم یه نقشه بهش دادم، یه کاغذ دادم، یه قطعه دادم. واقعا دعوا سر اینه؟ ایران میخواد یه بمب بسازه؟ فرض محال گیرم که ایران یه دونه بمب ساخت. شماها چند تا بمب دارید؟ یه دونه؟ 100 تا؟ 1000 تا؟ چند هزار تا؟ دولت آمریکا اخیراً خودش گفت 5100 خورده ای. البته کسی نشمرده، کسی ندیده، خودشون میگن. مجموع اینهایی که بد اخلاقی میکنن با ما بیش از 20,000 بمب اتم دارن. آیا شما واقعا با داشتن 20,000 بمب اتم از یه بمب اینقدر نگرانید؟ از سه حال خارج نیست. یا دروغ میگید، یا خیلی میترسید، یا آدمای دروغگو ترسو هستید، یعنی دوتاشو با هم دارید. دعوا سر مدیریته. اونا میخوان بیا خاورمیانه رو بگیرن، به واسطه خاورمیانه بر همه دنیا مسلط بشن. معلومه که ملت ایران و ملت‌های منطقه هرگز اجازه نمیدن که استعمار با رنگ و بوی جدیدی مجدد بیاد بر خاورمیانه مسلط بشود و ثروت و حیثیت و فرهنگ ما رو بار کنه ببره. صحنه چیه؟ صحنه این عزیزان من، اونها در همه عرصه ها به بنبست رسیدن. در عرصه تئوری، در عرصه مدیریت، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست. میبینید که قادر نیستن یه مسئله رو حل کنند. با یکی از رؤسای دولت‌های شرق آسیا صحبت می‌کردیم، گفتم اینقدر شما چرا 1 ساعت و نیم صحبت کرد با من که بالاخره آمریکا خیلی خطرناک است و چه هست و این نمیفهمه. دولت مردانش منظورشون بود. شما یه خورده حالا کوتاه بیاید. من دستمو زدم رو، یعنی بعد از 1 ساعت و نیم فکر میکرد خیلی استدلالای قوی آورده. به من گفت حالا شما حاضرید یه ذره کوتاه بیاید؟ من گفتم نوچ. گفت چرا؟ یه دفعه موند. حتی من دیدم این اطرافیانش که اومده بودن چند نفر وزیر خارجه دیگه، اینا پریدن بالا کف زدن. معلوم بود اینا با هم شرط بندی کرده بودن که اونا میگفتن فلانی نمیپذیره، اون گفته بود من قانعش میکنم. من دستمو پاش گفتم شما چرا اینقدر میترسید از اینا؟ دم اینا کاری نیستن. تو شرق آسیا یه دعوای 60 ساله رو اینا نتونستن حل کنن. این داره میاد با یه شالاتان بازی و یه جنگولک بازی و یه شیطنت این گوشه اون گوشه نمیتونن این معادله رو تغییر بدن.
مثل این میمونه که یه رودخانه عظیمی به عرض هزاران کیلومتر و عمق هزاران متر آب زلال و مواج داره میاد. اینا میخوان با 2 تا کامیون زباله که خالی کنن جلوی این رودخونه، مسیر این رودخونه رو سد کنن. نشدنی است. آقا قطعنامه میدیم. خب قطعنامه بدید. چند تا دادید تا حالا؟ 4 تا. انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا. چطور شما نمیتونید دنیا رو اداره کنید که در 700 کیلومتری 1000 کیلومتری ما یه گروهی رو آوردید با خشونت بر ملت مسلط کردید، یه ملتی رو آواره کردید، او رو مسلح به صدها سلاح اتمی کردید، ازش حمایت میکنید، اما میگید ایران ممکن است در آینده مسلح بشود، از الان باید جلوشو بگیریم. خب دارید خودتون رو رسوا میکنید در دنیا. بعد میگن که حالا ما میخوام گفتگو کنیم. بسیار خوب. ما که از اول بهتون گفتیم بیاد گفتگو کنیم. بیاد گفتگو، البته با منطق. ما همیشه اهل گفتگو بودیم. ایرانی‌ها کی اهل جنگ بودن؟ در هر کجای دنیا نام ایران رفته است به واسطه منطق و فرهنگ انسانی رفته است. در هیچ جای دنیا ایران با شمشیر جلو نرفته است، با منطق جلو رفته. ما اهل منطقیم. گفتگو کنید. بسیار خوب. اما اگه خیال کنید یه چماقی بگیرید دستتون وایسید بالا سر ما، بعد بگید گفتگو یعنی این که هرچی ما میگیم شما بپذیرید، بدونید چنین چیزی هرگز اتفاق نمیفته. باز به یه خبرنگاری صحبت میکرد راجع به همین مسائل که آقا شما نگران نیستید که بخوان مثلا حمله ای بکنن چیزی. گفتم نه، به نظر تو کی میخواد حمله کنه؟ گفت حالا. گفتم نه حالا نه. کی؟ یه خورده منمون کرد و اینا و بعد گفت این رژیم صهیونیستی. گفتم کی؟ گفت رژیم صهیونیستی. گفتم اون اصلا تو معادلات ما نیست. گفتم اون که اصلا عددی نیست، گنده تر از اون هم عددی نیستن. ببینید به کجا رسیدن. اسناد منتشر میکنن برای اینکه بگن شکستشون در عراق و افغانستان کار ایرانی هست. اینا نمیفهمن که دارن ایران بالا میبرن. میگه بابا اون ممر و لولو برد. گفتش که بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریزی؟